به نام خدای که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. فضیلت روزه گرفتن در ماه شوال. از ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد سپس از ماه شوال 6 روز روزه بگیرد، اجر و ثواب آن و 1 سال روزه داشتن برابر است. روایت امام مسلم. معنای حدیث این است که اگر انسان بعد رمضان 6 روز از ماه شوال روزه بگیرد، اجر و ثواب 1 سالینه روزه را به دست می آورد. زیرا که انسان اگر یک عمل خیر را انجام بدهد، پس بر او 10 برابر اجر و ثواب داده می شود. 1 ماه رمضان برابر 10 ماه و این 6 روز از ماه شوال برابر 2 ماه، همگی می شود 1 سال. این چنین الله تعالی در قرآن خبر داده است: بسم الله، هر کی یک نیکی انجام بدهد پس برای او 10 برابر اجر و ثواب داده می شود. سوره الانعام آیت 160. ابن رجب رحمه الله در شرح این حدیث گفتند: به درستی که روزه ماه شعبان و شوال به مانند سنت‌های پیش از نمازهای فرض و بعد از نمازهای فرض می باشد، یعنی آن کمبودی و نقصانی که در وقت ادا نمودن نمازهای فرض به وجود می آید، نمازهای سنت آن را جبران یعنی اصلاح و پره می کند. این چنین آن نقصان و کمبودی که در روزه ماه رمضان به وجود می آید، روزه های ماه شعبان و شوال آن را جبران می کند. البته در اکثریت انسانها کمبودی و نقصان وقتی ادا نمودن روزه فرض دیده می شود، پس محتاج به عملهای دارند که آن کمبودی و نقصان را جبران کند. یک چند مسئله های فقهی از حدیث. 1. اگر کسی 1 یا 1 چند روز ماه رمضان را به سبب سفر یا بیماری روزه نگرفته بود، پس باید اول قضای آن را بدارد، بعد روزه ماه شوال را شروع بکند. 2. این 6 روز را پی در پی یا جدا جدا داشتن جایز، اما افضل و بهترش پی در پی می باشد. مثلا می توانید از روز دوشنبه شروع کنید و روز شنبه به آخر رسانید. این پی در پی است. این چنین می توانید 1 روز دارید 1 روز ندارید و با همین طریقه 6 روز را پره بکنید. و این چنین می توانید در ماه شوال از هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه را به نیت 6 روزه بگیرید و در 3 هفته 6 روز را پره کنید. 3. این 6 روز را از اول ماه شوال یا از مابین آن و یا از اخیر آن روزه گرفتن درست است. انشاءالله در کدام از این وقتها روزه بگیریم به اجر و ثوابی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وعده کردند نائل میشویم. اذا این 6 روز را روزه گرفتن حکمش سنت است. هر کی دارد ثواب میگیرد، اگر ندارد گناهگار نمی شود، لیکن از ثوابش محروم می شود.